قول دیگه اینه که رفته کنیا، از کنیا چای $2 خریده، $14 به این کشور و ملت غالب کرده. یه بارم از اینجا دزدی کرده. یه حرفی رهبری داشت نرسیدم، میخواستم بزنم تو گوشیم پخش کنم. ارز رو وقتی که به صورت غلط تقسیم میکنن این دو طرف داره، یکی اون که میاد این رو میگیره، یکی این که اون رو میده. ما همش داریم دنبال اون کسی که میگیرد، دنبال اون میگردیم، مفسد اقتصادی قاچاقچی، در حالی که تقصیر و عمده متوجه اون کسی است که داد، اون رو باید دنبال کرد. خود آقا گفت اینی که گرفته درست، این آقایی که مدیر عامل چای دبشه درست. کی داده؟ ما یه وام نمیتونیم وام ازدواج بگیریم، یه وام فرزندآوری میگی جمعیت. کی داده؟ اون مسئولی که بوده کی باید محاکمه بشه؟ از وزارت جهاد کشاورزی هست، وزارت سمت هست، وزارت اقتصاد هست، گمرک هست، سازمان استاندارد کور بود؟ نمیدیدین اون چای $14 نیست؟ بانک مرکزی هست. البته از این برم بازرسی نهاد ریاست جمهوری ورود کرده، سازمان بازرسی کشور ورود کرده، قوه قضاییه ورود کرده، اینا هم از این بر. اما اونها رو معرفی کنید. آقا میخواید نماز جمعه جا برای سوزن انداختن نباشد، بیارید همین مدیر عامل چای دبش رو، ما که قاضی نیستیم، حکم به اعدام دادید، جرثقیلش با ما مصلای چاردونگه، بیاید همینجا اعدام میکنید. اگر حکم به شلاق دادید، ما قاضی نیستیم، قضاوت با شماست، شلاقش از ما، حیاتش از ما، زدنش از شما، بیارید در مصلای چاردونگه. زندان هم که دارید. اون وقت ببینید این نماز جمعه میشه نماز جمعه یا نه. ببینید دیگه ما اون وقت باید دم در مصلا رو گسترش بدیم یا نه. امیرالمومنین گفت رسواش کن، بی آبروش کن، هر روز بیار جلوی مردم شلاق بزن. دالره چیه؟ تانگ مرکاوای اسرائیلی در تهران همین مدیر فاسده. اگر میخواید اسرائیل رو بزنید، اونجا با هایپرسونیک میزنیم که باید بزنیم. اگر اسرائیل داخلی رو میخواید بزنید، همین تانگ مرکاوای اسرائیل، همین مدیر دبشه، همون مدیریه که در گمرک، در سازمان استاندارد، در وزارت سمت، در وزارت جهاد کشاورزی. بعدم جالب، مصرف 3 سال چای مردم رو مجوز دادن برای 1 سال. 100 تا شرکت تولید چای داریم، به هیچ کدوم هم مجوز ندادن، فقط به این چای دبش دادن. لعنت الله علیه. مسئولیت من شما وابسته به مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، این خواهی است. این خواهی مسئولیت ماست.